یه پیروزی بی درد سر. اون کیه؟ یه سردار ایرانی، یه پیرمرد که معلومه میخواد بمیره. آدم مهمی نیست. اینجا چی میخوای بچه؟ برای مردن خیلی جوونی. از نصیحتت ممنون پیرمرد. وقتی همه چیز برام مثل بازیه واسه چی بمیرم؟ جسارت این بچه منو یاد جوونی های خودم میندازه. احساس میکنم این مردم میشناسم. اول کی میخواد بمیره؟ تو یا سرداره؟ بی ادب گستاخ. آروم باش مرزاد. اگه اون میخواد بجنگه منم حرفی ندارم. چه قدرت و سرعتی. باور نکردنیه. این مهارت فقط با تمرین به دست نمیاد. شانس آوردی پیرمرد. یه روز دیگه هم زنده میمونی.